در خدمت ابر استراتژیست مسلم نظام هستیم، دارنده گواهینامه پایه یک بین‌المللی، کسی که گردنه‌های پیچ جاده هراز رو با 18 چرخ با 30 تن بار میلوگیر دنده عقب میبره بالا، دستشی رو میکشه و سویچ رو تحویل میده. شرمنده اخلاقت هستم، ولی نگفتی که 150 کیلو رو دوزارت میزنه بدون دوپینگ، هر کم میخواد بیاد آزمایش بکنه. متاسفانه آقای دکتر خیلی از مهارت‌های استراتژیکی بزن بهادر بیان نشده. آب برم خاک اندازم دسته داره، بعد به ما که میرسه زورت میاد یه آقا و یه دکتر بذارید سرش. اینم از همون موارد بیان نشده است آقای دکتر، خیلی کم ازتون گفتیم تا حالا. آره اون که بله، همش تقصیر این شکست نفسی ذاتیه که نمیذاره 4 تا حقیقت استراتژیکی راجع به خودمون بگیم. حالا شما دیگه تحریم نکنین، یه کمی بگین آقای دکتر. مرحوم ابوی همیشه به من میگفتن تو مثل مراقعی، به همه قضا میدی به جز خودت. من حاضرم تو اسید حل بشم ولی تعریف از خودم نکنم، این اخلاقمه. اما خب اصرار بیش از این نمیشه. اینطوری برات بگم، بعضیا نون زور بازوشونو خوردن، من نون کلمو. شرط میبستم 1 تومن به 10 تومن، با کله میزدم تو تیر چراغ برق، لامپش میافتاد، سالم تحویل میدادم. بله اینم خیلی با ارزشه، ولی من بیشتر توانایی شما در تعبیر خواب منظورم بود. من خواب دیدم که مقام عظما و حاجی روحانی از روی یه تپه غرشون دادن پایین، وقتی له و لورده رسیدن پایین دوباره بردنشون بالا، دوباره غرشون دادن پایین، همینطور تا 7 بار این کار تکرار شد. این تعبیر چی است آقای دکتر؟ ناکس بدبختی نظامو به اسم خواب غالب میکنی. تو به بسیجی مشنگم بگی یه جمله بساز که توش اسم مقام عظما و حاجی روحانی و 7 و تپه و لهولورده باشه، خب میگه 7 تپه فک عظما و شیخ فجی رو پیاده کرده، لهولوردهشون کرده. آیه دکتر ولش کنین، این FATF و CFT و اینا که امضا نکردش ایطوری میکنه با نظام، امضا کردنش چه کارمون میکنه؟ الان اجایی دندون تیز کرده برای گوشای ظریف. صادق ریزه لاریجانی گفته خنجر میزنی به نظام، تو مجلس هم یقه پارا میکنن. این ظریف مشن که این حرفا رو میزنه پشتش به کجا گرمه؟ این پشتش به جایی گرم نیست، اونوریا پشتشون سرده. خب یه نگاه میکنه به بدبختی مقام عظما که آخرش میدونه باید تصویب بکنه، خودش هم پشت تصویبه ولی جستشو نمیتونه تعطیل کنه، وگرنه که تا حالا 10 دفعه ظریف و فرستاده بودن استخر. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن بچه پول داره به باباش گفتش که باید از شر این رانندمون خلاص بشیم. امروز 2 بار تقریبا منو به کشتن داد. بابای گفت صبر داشته باش، بذار یه فرصت دیگه هم بهش بدیم. آقای دکتر منظورتون اینه که مقام عظما مثل رونالدو به چپ نگاه میکنه پاس میده به راست؟ آره مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن به شوته گفتن بالا درخت چنار چکار میکنی؟ گفت توت میخورم. گفتم مشنگ این درخت چناره، توت نداره که. یارو گفت توت تو جیبمه، مشنگم خودتی. روشن شد یا بفرستمت بالای درخت. آقای دکتر چرا توی نظام همه تقصیرها رو میندازن گردن هم؟ آره بازم از قول مرحوم ابوی بهت میگم، ایشون همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که پسره به باباش گفت چرا قبض انقدر زیاد اومده؟ گفت اون گوشی لعنتی انقدر تو شارژه. پسره گفت قبض آبه. بابای گفت غلط کردی قلیون میکشی. آقای دکتر اقتصاد مقاومتی مقام عظما که به کش کم نرسید، فقط حاجی روحانی اجراش میکنه. یه قلم صرفه جویی میکنه تو تعداد سخنرو. چطوری؟ صحبت‌های این هفته شو اگر از شلختگی و قرقاتی بودن در بیاری، قشنگ 2 تا سخنرانی خوب در میاد، یکی برای این جنا یکی برای اون جنا. هم میگفت همه چی خوبه، هم میگفت قیمتا سیر سعودی داره. هر چی میگفت خودش با پشت دست میزد تو پوز خودش. با این وضعیت اگه بخوان کمکمونم بکنن یه امتیازی هم بدن میزنیم خرابش میکنیم. آره مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که پسره از آمریکا واسه مادرش تو ایران یه توتی سخنگوی 5 زبونه فرستاد به خاطر روز مادر. بعد یه هفته زنگ زد و گفتش که مامان هدیه خوب بود،
مادر گفت پسرم این چی بود مثلا فرستاده بودی؟ باور کن 4 ساعت تو زودپز بود، آخرش هم نیم پخت خوردیمش. ولی نترس، عوضش اروپایی ها رو انداختیم تو بنبست که اصلا جای نگرانی نیست تا بفهمم با کی طرفم. عالیه. چطوری آی دکتر؟ اروپا تو شیش و بش این بود که بره پشت دور زدن تحریم‌های آمریکا یا نه، چون کلی در باغ سبز که سهله خود باغ سبز رو تحویلشون دادیم، هرچی شرکت ورشکسته داشتن براشون خریدیم، پولش هم جیرینگی دادیم. خوب که نرم شدن دنبال راهکار دور زدن تحریم بودن، سریال عملیات برومرزی برابچ لو رفت. الان دیگه دنبال اینه که چه تحریم‌های جدیدی بذارن رو کولمون. مبارکه. بذار یه کمی تو درایی چه کنم و بنبست دست و پا بزنن تا حالشون جا بیاد، بفهمن چه روزی به عظمای بدبخت داره میگذره. آره البته خود به خودی به اینجا نرسیدن، این خودش از دستاوردهای نظامه. الان ما دیگه رسیدیم به مرحله صدور بنبست. هر کی یه قراردادی با نظام ببنده، یه دستی بده، یه چشمکی نگاهی چیزی بکنه، تا آخر عمر بنبستش تضمین شده است. آی دکتر، طرحهای پیچیده دیپلماتیک نظام خیلی پیشرفته، همه جا با یه تیر دونشون میزنی، بلکه هم بیشتر. مثلا همین شاهکار که درست روزی که شورای وزیران اروپا جمع شدن بحث کنن سر تروریسم، ما وزیر خارجه انگلیس رو دعوت کردیم که بیا راجع به زندانیتون صحبت کنیم، شکاف انداختیم توشون. این هوا اینطوری امتیاز به نفع نظام میشه آقای دکتر؟ میشد، یعنی قرار بود بشه، نه اینکه میشه. منظورتون رو نمیفهمم آقای دکتر. عراقچی و بهرام قاسمی و شمخانی و یه سری باشنگای دیگه تو نظامم منظور منو نمیفهمن. اونام همین فکر کردن که تو کردی، تاقچه بالام برای اروپا گذاشتن که از برجام میریم بیرون و از این حرفا. ولی اروپا که کوتاه نیومد، وزیر خارجه انگلیس هم قبل از سفرش به ایران هرچی از دهنش در اومد بهمون گفت، یعنی هم چوب خوردیم، هم پیاز و هم 100 تومن رو دادیم، هم باید کارهای دیگه بکنیم که الان معلوم نیست. دکتر راهی نداره یه عده رو، همین ظریف و عراقچی و بهرام قاسمی اینا رو ممنوع حرف کنیم، چون دهن که باز میکنن خرابکاری بار میارن. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن پسره صبح به باباش سلام کرد، بابای محکم زد تو گوشش. پسره گفت چرا میزنی؟ گفت چون حتما امروزم یه غلطی میکنی، شب که برمیگردم خستم، حوصله جنگ اعصاب ندارم، از الان به جایش زدم. عضو اگه بخواد این کارو بکنه باید صبح تا شب به خودش و بقیه کشیده بزنه. آی دکتر به بقیه رو قبول، ولی به خودش دیگه چرا؟ آخه تو که این من چه کار بکنم؟ خودش داره میزنه. مگه تو خود نمونه روحانی رو نگفتی که با پشت دست بکن که زد تو پوست خوده؟ خب آقا